بازش کن. بیا اینجا هشتگ ایکسپلور جای همه ترسما نیست. پس بریم سراغ ویدیو جدید و ترسناک. Let's go. ما اومدیم همونطور که میبینیم ما اومدیم توی ویدیو جدید که قراره بتره کنیم توی این ویدیو و ترسناکترین و انگار خونه سحنگو ما در رو و میخوایم بفهمیم توی این خونه، بریم کشف کنیم توی این خونه چی ها میتونیم به دست بیاریم از این موجودی که میخواد حرف بزنه با خونه. یعنی خونه خودش موجود داره، مثلا موجودات خونه حرف میزنه، مثلا اینجوری خونه خودش حرف میزنه. بعد ما قراره بریم با اونجا و بفهمیم که چه خبره و پس با ما همراه باشیم، بریم ادامهشو بگیریم و توی ویدیو قبلی پارتشو قبلیشو نگرفتیم، منتظر پارت قبلی بودین شما و نشد که پارت قبلی اون خونه رو بگیریم، بریم بگیریم و نشد و این بار اومدیم با اون خونه ترسناک که اسمش دقیقاً بچه خونه سحنگو بوده، نمیدونم همچین اسم بوده، همین گفتم خونه سحنگو فکر کنم بچه. حرف بزنین دیگه، چه خشکی یخ زده، برای بارون هم میاد، خیلی سرده، به شدت خیلی سرده، برای این تنمه خیلی سرده و میخوایم بریم اون بفهمیم حالا دیگه. خب بچه‌ها ما الان داریم میریم به سمت همون مسیری که یعنی همون خونه‌ای که سحنگوه و الان خیلی سرده، دما فکر کنم همین اصلا یه وضعیتیه. ما چه مرضمونه بریم الان اون ویدیو رو بگیریم. الان ساعت فکر کنم 1:02 میشه تقریبا، 1:50 دقیقه است بچه ها. از اون موقع که اون ویدیو قبلی رو گرفتیم ادامهشو نتونستیم بگیریم و حالا یه مشکلات گفتیم ادامهشو بگیریم بریم اون خونه، بعد شب بعدش نشد، اصلا نشد ویدیو رو بگیریم ادامه اصلا یه وضعی شد اصلا دیگه. اومدیم تو این بارون ویدیو رو بگیریم از این خونه که این خونه از دقیقا اینجاست. آره عقب نزدیک دار شدیم، بارون هم داره میاد. بله بچه ها هنوز همین روستا خلوت هیچ کی نیست. موش مرده چیه؟ وای بچه های موشه رو میبینیم مرده. تو لهش کردی؟ نه هم اینجا بود قبلا. فکر کنم قبلا اینجا. ولش کن. بریم اینها بچه ها این خونه بریم حالا داخلش منظورتون میگیریم. بریم داخلش. این همون خونه ایه که میگن سحنگوه، نمیدونم چرا بچه ها بریم. من یه نور تصمیم چرا صدا نداره، چرا صدا نمیاد هیچ صدا نیست. اینا چی هم ریختن؟ اینا چی هم؟ وای خونه سیاه. بریم بچه ها بیام از جو خونه. اینا چی هم؟ وای چرا؟ باجی من نمیام. من این علامت ها رو یه جایی دیدم قبلا تو خوابم هم می اومدن این علامت ها. علامت چی نیسته؟ صلیب ماننده. بله علامت صلیبه. اونجا یه چیز نوشته، اینجا نوشته مرگ. اینا رو کی نوشته؟ اینجا علامت شیطان. این رو بگیر. شیطان مگه علامت داره؟ این علامت شیطان، اینو من میشناسم. اینجا اینا یه چیزایی نوشته اینجا رو ببین. حاجی پشما. وای خدا. وای اسم تو فکر کنم نوشته. بیا سب کن اینا فکر کنم اسمایی که باید سر هم کنیم. اینا شکلک ها چیه؟ وایسا اینجا نوشته اول مرگ. خب اینو بگیر. اینجا نوشته مرگ. خب اینجا بچه ها ما موندیم اینجا با این نوشته ها، نمیدونم اینا چی هن. ببینید اصلا یه وضعیتیه. ببینید اینا چی هن می نویسید. اصلا کی نوشته اینا رو؟ وای این یعنی خونه نوشته. حاجی خیلی ترسناکه.
اینا چیه این زبدرا؟ همه ترسیدن به خودش. سقف و نگاه حاجی آب ریخته. سقف چیه؟ انگار خوبه. حاجی پشما بگیریم ببین خدایی چه وضعیتیه. اینا کسی هم چیه؟ بیرون نیست. یوس یوز. ببین بچه اینجا نوشته یو از یو اصلا نگردی. قتل قتله یوز. حس حاجیش میکنه اینو آدم نوشته. خب اینا این خطا چیه؟ ممنون نکته میذاره. اینا چیه؟ فکر نکنم اینا رو آدم ببینه. ببین این اینا علامت شیطانی. حاجی پشمام بیاین یه لحظه اون اتاقه رو میخوام بگیرم. اگه اونجا نوشته بود حاجی من دیگه نمیگیرم حاجی. بیاین این اتاق بود. این درشه بچه ها که ما آمدیم. حاجی جا نوشته. حاجی اینجا نوشته. وای اینجا یه کلماتی نوشته نمیتونه سرهم کنیم. نمیدونم باید بفهمین یا نه چیز بشه. ببین اینجا معلومه که نوشته مرگ. نه مرگ. اینجا نوشته گ دیگه حاجی گ مرگ. معلومه مرگه دیگه. اینجا هم نوشته مرگ. همه جا نوشته مرگ. اینا چیه؟ مرگ چی نوشته؟ حاجی ببینین اینا سبدارا. وای اصلا بیا اینجا بگیریم حاجی. بیاین از این یه حرف بکشین. نمیدونم من نمیفهمم. یه حرف اولش نوشته بال. این خطا چیه؟ بچه ها ببینید من الان ریدم نمیتونم به حرف بزنم. نظر من بریم بچه کجا بریم؟ نمیتونیم اصلا. اولا باید بارو بند بیاد بعدا. آره تقریبا همینجوری. بچه ها ما الان نمیتونیم ریدیم. بریم بیرون حاجی. بریم بیرون. یه جو سنگینی داره اینجا. خیلی هم این خونه سردتره. اصلا آره ببینید بیرون یه هوای گرمی میاد. اینجا یکم سردتره هوا. بیا بریم این ورا رو نگاه کنیم. به دور و بر خونه رو میخوام نگاه کنم. اگه نامه مثلا چیزی میتونه بده. مثلا این خونه میتونه یه حرفی باید بزنه. بریم این سنگا رو نگاه کنیم حاجی. من اون ور رو نگاه میکنم. من این ور نگاه میکنم. شما بریم اون ور رو نگاه کنیم. وای بچه اینا تاریکه. اینا همه چی تاریک و پلاش. وای بگیریم بیا از این ور باغه حاجی. باغه بچه اینم در اون خونه این که نمیدونم الان ساعت 2 یک و الان 2 دیگه. چی؟ چی پیدا کرده؟ وای نکو دست نزنی حاجی. بنداز این چی؟ طلسمی جادو چیزی نوشته. بذار من باز. توش نوشته. بگیر توش نوشته. بچه بگیر. دست نزن. چی از نوشته؟ کجا پیدا کردی؟ از اونجا از اون سنگا. کجا؟ از این سنگا از زیر این سنگ فکر کنم پیدا کرده. از کجا؟ زیر این سنگ نیست. دست نزن. زیر این سنگ. دست نزن. کاغذه علامت شیطانه. خیلی خطرناکه. دست نزن. ولش کن. ساکت. چی نوشته؟ ساکت چی؟ من اصلا دست بذار بفهمم. نه انا ساکت چی لحظه. ببین نوشته ارشیا. اسم من اینجا نوشته ارشیا. به خدا نوشته ارشیا.
به قرآن نوشته ارشیا. حاجی بگیر وای. وای 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 وای. خطرناک دست. چجوری میتونه اینجا نوشته باشه ارشیا؟ بیا بیا بازش کن، بیا بازش کن، باید بفهمیم چیه. بیا بازش کن، بیا بیا. باید بفهمی تو این چی نوشته. دست نزن، تو دست نزن. تو دست نزن. من نمیدونستم اون جدیه سخن حرف میزنه. نمیدونم سخن اینجا دقیق نوشته ارشیا. ببینید بچه ها، من نشونتون میدم بچه ها، ببینید اسم ارشیا. ای خداییش واقعا به خدا اصلا نوشته واقعی ارشیا. باشه. یکی داره کلک به این ساعت 2 نصف شب کی کلک میاره پسر من تو؟ ببین ارشیا. اینو قشنگ نوشته. اینجا هم یه چیزایی نوشته، باید بفهم. بیا اینو بفهمیم. ای صفحه چیز من میکنم. بچه خودتون بگیرید. ای این آی حاجی من فکر کنم اینو نکته هم زب داره. آره نکته هم نه اینجا هم هون زده اینجا زب داره. بله. اتاق اول اول دیگه نه بله این دقیق اتاق اول این هم نقطه ز یا ژ حاجی ژ نیست، ز فکر کنم. ز پس این زیر دیگه. زیر اتاق اول زیر دیگه چی؟ زیر این چیه؟ زیرش حاجی اینا چرا اینطوری هم؟ زیرش سنگ اینا سنگ زیرش زیر سنگ سنگ یا پنجره؟ سنگ. خب زیر سنگ پنجره. زیر سنگ پنجره. اینجا چی نوشته؟ اینجا یه کلماتی نوشته. رها. حاجی از کجا فهمیدی هی؟ این هی دیگه. نباشه. این هی نیست. رو چشم آره. این انگار چشمه. خب رها مثلا یه. یه میتونه باشه. یه جور دیگه نوشته. یه رهایی ده مشخص. دوست. رهایی دوست. اینجا علامته خدا نوشته رهایی دوست. یعنی این چی میتونه نوشته بود؟ چی زیر اتاق اول زیر آره. سنگ پنجره. اینو نگه دار. بریم نگاه کنیم. اتاق اولش کدومه حاجی؟ ببین اتاق اولش اون بود، اون اولی. زیر سنگ پنجره. بیان یه دقیقه بریم. حاجی من دومیا اگه واقعی باشه من باز نمی کنم، یکی دیگه بخونه. بچه ها اینهاش زیر سنگ پنجره. اتاق اول الان کدوم؟ اتاق اول یا اینه یا اینه. اینه دیگه نه؟ اینه همینه. نه اون یکی بکن. همینه. اول اون دومینه. اول اینه دوم. خب از در که وارد میشی اولی همینه اولی دیگه. همینه دومی. وای حاجی زیر سنگ پنجره داره. وای رسما واقعیه. خدا رسما خونه داره با اون حرف میزنه. این سنگه نی؟ این سنگه نی؟ سنگا رو بگردی. بگردی بچه ها. زیر سنگ باید باشه. پیدا کن. دست نه حاجی من باز نمی کنم. وای حاجی من باز نمی کنم. چی نوشته؟ این فکر کنم علامت شیطان مثل همون علامت. چی نوشته؟ این علامت اون رو برگه بود. شیهات مگه زبدر نکته نبودن نه؟ زبدر نکته نیسته. شیطان نوشته شیطان. بیا صدا نمیاد. حاجی آب ریخت.
مگه سقفش نگرفته؟ حاجی آب ریخت. اینجا رو بگیر. بچه جدی آب ریخت. اینو بیا بگیر. اینو بیا بگیر. بیا ساکت. این همون جوری نوشته. یک ببین اینم این نقطه ها بوده نه؟ خب توی اینم اتاقه. پس این چیه خط زده؟ نمیدونم خونه. توی خونه اتاق. توی اتاقه. دو تا نوشته خونه اتاقو چقدر واضح نوشته. اتاق دوم ببین زیر اتاق دوم زیر ببین اینجا دیگه واضح تر نوشته. سنگ حاجی سنگ. اینجا چی نوشته؟ اینجا اینجا واضح نیست. حاجی ببین اینا رو قشنگ از یه دفتر فاره کردن آوردن. ببین چه جوریه انگار چند ساعت اینجاست. سعی نکن. پس نقطه نکن. این زردرش نه سعی نکن. خب سعی نکن. سعی بکن یا نکن نمیدونم حالا. سعی نکن. بفهم. سعی نکن بفهم. بچه ها من نمیتونم. بفهمی. سعی نکن بفهمی. ج سه چی نوشته؟ سه چه؟ فکر کنم چرا چه؟ آها اینجا چیز داره لبه چه مانندی. نوشته سعی نکن بفهمی. چه می نوشته. میگذره. سعی نکن بفهمی چی میگذره. توی اتاق دوم زیر سنگ. بریم ببینیم. الان اتاق دومه؟ اتاق اوله. اون یکی اتاق دومه. حاجی رسما مثل اتاق فراره قشنگ. اینو هم نگه دار. اینم نگهدار حاجی. اون برگه با کی بود؟ اونجاست. اون برگه حاجی زیاد دست نزنین بهشون. یه لحظه بریم اون اتاق هم نگاه کنیم. منم مثل سنگین دارم ولی حاجی خیلی دارم میترسم. بیا بریم. بریم اتاق دوم این بود بچه ها. اتاق دوم رسما مثل اتاق فراره. رسما مثل اتاق فرار شده. اینا اتاق دوم اینه. همینه که وای زیر سنگا رو بگردید. این سنگا هم بگرد. این سنگا نمیدونم بگرد قشنگ. اون که زیر خاک اینجاست. یه برگه دیگه. بچه باز کن. من بگیر اینو باز کنم من. اینم بگیر. فهمیدم این نصفه. این یه نصف برگه است. نصف دیگرش نیست. چی؟ اینو فکر کنم یه نصف دیگه هم باید پیدا کنم. باید نصفشو پیدا کنی ولی اینا چی؟ ببین این اصلا فهمیده نمیشه بچه ها. ببینید این انگار عربی نوشته. یهش واضحه. این یه واضحه بچه ها. قشنگ نصفش کرده. ببینید این ب زیرش نقطه بری نصف دیگه شو پیدا کنیم. باید نصفشو پیدا کنیم. بگردیم. بریم. خوب بگرد. قشنگ اینجاها رو در پنجره. بچه ها ما الان اندازه 20 دقیقه است این نصف کاغذه رو پیدا نکردیم. نمیدونیم چرا. این به اندازه 20 دقیقه است. بچه ها پیدا نکردین هنوز. همه چی رفت. پیدا کرد. اینه پیدا کرد. وای حاجی خودشه. چجوری ندیدیم؟
چجوری ندیدیم ها؟ اینو راست چجوری میگه. ندیدیم؟ خیلی باز کن. تابلو اینجا. همونی باز کن بیا خودت باز کن. خدا نصفش من میتونم باشه. باز میکنم. نه بذار خودش باز کن. بگیر باز کن. حاجی اگه نصفش باشه خدا نصف دیگهش نیست. حاجی نصفشه نصف همونه. بیا. اینو باز کنیم نصف همونه. بیا ببین نصفشه. آره. بذار زمین بیا بچه ها قشنگ نصفشه نه پا پی اینجا وازن اسم منو نوشته دوباره ارشیا اسم منو نوشته بچه ها نوشته ارشیا. حالی ساکت شید. اینو میخوام بفهمم جای این جای معلومه قشنگ بگی این جای معلومه ببین ارشیا پی هم معلومه ده. اینو نقطه‌شن نه بله این پی پا ارشیا پا به جای این ب دیگه. بدی این ب دی برینی بدی جای بدی پا به جای بدی. این دیگه گ خوب گ اینم ز معلومه گ ز اینم آی فکر حاجی کنم گذاشتی. پس چرا نقطهش این وره نمیدونم خیلی نامفهوم نوشته حاجی خودش. پس گذاشتی اینجا پا به نصفه. جای بدی گذاشتی. اینجا نصفه نوشته نصف دیگهش هم ها پا به جای بدی گذاشتی نوشته. نصف دیگهش هم ها باید بگردیم بازم بگردیم دنبال نصف دیگهش حاجی بگردیم پاشین بگردیم مثل دقیقا بچه ها دقیقا نصف ببین بچه ها ما الان نصفش رو پیدا کردیم. بگردیم دوباره نصف دیگرش. الان ساعت چنده بچه ها؟ بله الان من ساعت چرا من قبل از ساعتم استفاده نکردم الان ساعت 2:28 الان 28. خب همون 28 دیگه نزدیک 2:30. آره اوکیه بچه ها ببینیم همین دو تا تیکه رو پیدا کردیم فعلا. بریم بگردیم دوباره. حالا من ویدیو رو کات میکنم خیلی سرده دستام میلرزه که ویدیو بگیریم. من ویدیو رو کات میکنم بعد دوباره اگه پیدا کردیم خلاصه میگیریم. بعد اگه پیدا نکردیم دیگه چیکار کنیم؟ باید پیداش کنیم. قطعا باید پیداش کنیم. نمیشه اصلا. بریم دوباره پیداش کنیم برگردیم. بچه‌ها ما دقیقاً الان فکر کنم چند دقیقه است. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 2:50 نزدیک نیم ساعته. بچه‌ها 2:50 است. نزدیک خستگی از صورتت من فکر میباره. کنم سرما خوردم بچه‌ها. سرما خوردم توی سردی. بگیریم این ویدیو رو بره حاجی. من صدا میکنن فکر کنم پیدا کردن. اینجاست لای اینه سب کن بیاین حاجی دست نزن. این تار زده قشنگ. بچه بیا نزدیک بگیر. تار زده یعنی این قشنگ قدیمیه. تار زده اینا تارشو نگاه. قدیمیه یعنی خیلی. فکر نکنم قدیمی باشه. این ببین عنکبوت تار زده یعنی اینقدر قدیمیه. روش تار زده. بریم اونجا بخونیم. حاجی بریشش نیست. این یکی دیگه است. این یک کامله. چی نوشته؟ هم شده. بگیر قشنگ بگیر. چی نوشته؟ این دیگه واضحه. تو چیزایی جنیس چیز تو جزوی اینجا این معلومه دقیق. تلس جزوی
حاجی بگیریم. تلسم اینا هم بخون سه یا شه اینا نقطن این ستاره نقطن این شده گ دیگه این شده گا گ آ شدگانی تو جز بس شد تلسم شدگانی وای بنداز چه علامت رو ببین علامت رو بیار بگیرم دست نزن خودم میگیرم دست نزن چه علامت هایی وای علامت های شیطانه علامت های شیطان وای وای فکر کنم منظورش همین اشیا فکر کنم دیگه همینجا تمومش کنیم نه پارت بعدیشو بگیریم حالا تو خیلی ما هنوز ادامه همون چیز پیدا نکردیم همون کاغذه. خب بریم بگردیم پیداش کنیم بعد تمومش کنیم پارت بعدی و بعدا بگیریم پارت بعدی و یه روز حالا خیلی بده جدی رنگت پریده پارت بعدی به نظرم یه روز دیگه بگیریم همون نیستش بریم بگردیم همونو پیدا کنیم تمومه بزن بچه من نمیدونم بشه این پارت بعدی رو هم بگیریم نمیدونم بشه نشه ولی امیدوارم به زودی با این کم خیلی میذارم راه تو بگیر بچه‌ها قبل از اینکه بچه‌ها دیدی قبل از اینکه من بگم یه سوال از اون خونه پرسیدم گفتم مثلا از این چی میخوای که اسم من رو اینم مثلا هم بود بچه‌ها من خود از این پرسیدم من کنار این بودم ولی خود دیدی من از خونه پرسیدم من گفتم از من چی میخوای گفتم دیدی یعنی قبلا اینجا نبود امکان نداره همچین چیزی امکان نداره بریم بگردیم پیداش کنیم من اون یکی رو پرسیدم که چی میخوای از من اسم من این دفتر این کتابه نوشت ابو دفتر بود بزن بیاد بریم بچه ها بریم بچه ها الان ساعتمون رو نگاه میکنم تقریبا ساعت الان 3 شده 3 و 10 دقیقه است من الان نمیدونم نور رو بگیریم 3 و 10 دقیقه 3 و 10 دقیقه به نظرم بریم دیگه ولش کن همه میگن بچه ها همه میگن بریم دیگه چیه ساعت 3 و 5 راستی اونو نگفتی کی بود سایه دید سایه رو دیدیم ولی وقت نشد فیلم بگیریم بچه ها نشد فیلم بگیریم یه سایه قشنگ رو این بود بچه ها رو همون علامات تلسم قشنگ رو سایه بود ولی نتونستیم که حیف بچه ها حیف به نظرم بریم ولی حواسمونم بهت باشه به تو باشه خیلی اسم تو روی در دیوار و این ور اون ور بود راستی این دیواره اینا رو نگاه نکردیم بریم را حاجی بیا اینا رو بگیریم اینا رو نخوندیم از اینا هم باید چیز در الان دیگه فهمیدیم چه جوریه نقطه اینا نقطه خب اینا نقطه اینم نقطه حاجی نکنه اسم تو باشه اینم اسم تو باشه اینا هم نقطه خب اینا هم نقطه این دوتا نقطه این سه تا هم نقطه این دوتا هم خوب امکان نداره نمیدونم اسم منه یا نه یا من نیستم اینا هم مثلا تازه اینو ببین دقیق بچه اینو میشه اینا رو قشنگ میتونیم تو ذهنمون نگاه شاید هم مرگی ننوشته باشه ولی این ای دیگه این دقیق ای اینم ر دیگه این ر کامله ره خب این چیه این دیگه سه خب چرا اینجوری کشیده پس این سه اینا نقطه نیستن حاجی زبدر نقطن اینو فهمیدم زبدر نقطه
خب اره خب خشه دیگه. این دو تا نقطه هم یه اشیا نوشته دیگه. ببین اینجا قشنگ نوشته اشیا اینها دیگه اینها یه دیگه. خب اینجا چی نوشته؟ این که این معلومه که عدد نی که با آ وصل اینجا. این آه خوب این که کا اینم ره دیگه. کار این دوتا نقطه خوب. دوتا نقطه بس. خب ت میشه کارت این چی تمو کارت تمو اینها می تمومه. اینم ای دیگه کارت تمومه. وای اشیا کارت تمومه نوشته. وای بریم اوضاع خیلی خطره. بریم الان ببخشید این رو باید این خونه هم نوشته بود دیگه. بچه ما میخوایم این خونه دومی هم بریم بعد که رفته بچه این دقیقا سایه کنیم این بعد از این این چیه کاغذ نیست. بله پیداش کردیم. اینا پیدا. این چی نوشته؟ یا خدا خیسه بارون. اینا فقط علامت هم. اینا فقط علامت. ببین علامت صلیب. حاجی هولی شت بسا بگیرم. هولی شت علامت. ببین قشنگ علامت با چیز علامت شیطانه. ضربه درم کشیده. این همون پایینه بود. نصف همون کاغذ کجا؟ اینها بچه ها بگیر بچه ها اینا نصفایی که پیدا کرده بودیم چند یه ساعت قبل پیدا کرده بودیم. این همون نصفا بودن. اینجا نوشته بود ارشیا. اینجا نوشته بود ارشیا پا به جای بدی گذاشت. اینا هم علامت این هم نصفشه دیگه. حاجی بریم فکر کنم. حاجی اینا رو بیندازی. هر کی از اینا داره بندازیم پاره کنیم بندازیم. میریم بیسازیم. نه فکر کنم بریم پیش یکی ببریم اینا رو. ببریم نه پیش یکی ببریم اینا رو. نمیدونم طلسمی چیزی باشه. نمیدونم. قبل از اینکه بریم باید اینو چیز کنیم. این دیوارا رو این خونه دیوارا رو بگردیم. اونا که نوشته بود. بیا بچه‌ها بچه‌ها اینجا بود. اینا بودن نه؟ همین بود. بله بریم بفهمیم. این چی؟ این ب اینو خوندیم که این ب آی بای این بای. خب بای اینم این زبدر نقطه. بله زبدر نقطه بود. با من این چیه؟ خی یا هی؟ رو حاجی درست نوشته. هی ره اینم حرکت نیست. این چیه؟ حرف با من حرف بزن. حاجی بزنی دیگه. این حرف بزن. بریم
قبلش یادت من گفتم باش حرف زدم گفتم چرا اسم من نوشتی الان اون جوابشو گذاشته بود اونجا آره بله بچه به دستان داره میلرزه بریم به نظرم رنگت پریده کاغذها رو بگیره که بسید بچه ها بریم به نظرم حتما قرار پارت بعدیش رو بگیریم پارت بعدیش قرار میخوام سوال بپرسم از این اگر نوشته چیزی میشه هر این تلسمه که این کاغذ رو بگیریم تلس بودم و گم شد اگر اسم من دیگه نبود این تلسم کام شد از من تلسم بردارست چه شده گفت تو تلسم شدی بچه ها بریم به نظرم بریم حرفی نزن حرف نمیتونم بزنم بریم و خداحافظی میکنم با عشق شما با عشق خودم و تا ویدیو بعدی همینجوری هم میگم همینجوری ازم ریمایند کن و قبل از اینکه پارت بعدی میخواد پارت بعدی رو قبل از اینکه بخواین خواهش میکنم لایک و ساب یادتون نره و کانال من همینجوری ساب نگه دارید و زنگولش رو رال بذارید تا هر موقع پارت بعدیش اومد و خبردار بشید و بیاین ویدیوی منو ببینید خواهشم میکنم پس پیس اوت